این مراتب به خاطر تهیه یک برنامه ما رفتیم به دهه سیف رحیمزاد افردی جماعت دهقان‌آباد ناحیه فرخار. اصولا برای آمدن به اینجا ما بهانه عمده داشتیم. نخست اینکه اینجا یک گروه جوانان وطن دوست و فوتبال دوست از روز جهانی فوتبال استقبال می گرفتند. دیگر اینکه در چهارچوب استقبال از سیاست‌های ورزش پرورانه و بنیادکارانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان این جوانان در دهه‌شان یک میدان فوتبال بازی بنیاد نمودند. اینجا میدان فوتبال بازی دهه سیف رحیمزاد افردی است. چند پیش اینجا یک خرابازار بود و با ابتکار انا همین جوانهای فوتبال دوست و وطن دوست در اینجا یک میدان فوتبال بازی بنیاد شد که هم کودکان و نورسان و هم خود جوانان در اینجا تمرین میکنند، مشق میکنند و البته با فوتبال بازی مشغولند. این دهه البته دسته خود را دارد که در مسابقات مختلفی سطح ناحیوی و ولایتی هم برآمد میکند. اینجا یک سنگزار بود، یک ولنگاری بود که جای پرتوگاه ها بود اساس. امی جوانای دیها با فوتبال ای دورش مشغول که بودن اینجا در میدان مکتب ما مشق تمرین می‌نمودیم. از بس که موقع تنگتر شد، طلبه‌ها زیاد شدن، موقع تنگتر شد، ما خواستیم که جای ولنگار را گرفته با میدان تبدیل دیم. بعد از گیری جوانای امی دیها امی جای سنگزار را کندیم، سنگوش بردیم، خم آورده میدان پولی تیار کردیم که پر را تیار کردیم که با طلبات‌های فوتبال دیها به دیها جوگو است. باید گفت که یکی از برنامه‌های رشد فوتبال در دهات یکی از بندهایش این شرایط مساعد فراهم آوردن است و باید گفت که در آن همین میدانی که شما اومدین دیدین این میدان پس از اون که همچون یک میدان ورزشی جدا شد یک سنگزار بود و مردم بسیار فوتبال باز و فوتبال دوست هستند و با مهنت مشقت‌های زیاد توانستند همین سنگزار را به یک استادیوم تبدیل دهند. یک جای سنگلاخ جایی بود که در اینجا نه بازی کرده میشد نه یکون کار دیگر و ما با تشبث و دستگیری جوانان دیگه همین میدان رو آباد کردیم و میدان فوتبال تبدیل کردیم. خیلی میریم نگاه تست میریم اگر دتا بکنی پیش قفو میزنی فهمیدی پیش قفو اینک چند سال است که این میدان همچون میدان خانگی دسته این دهه و البته تربیه نسل نورس خدمت میکند. گفتن ممکن که محض بنیاد این میدان باعث با پیدایش دسته های جوانان نورسان گردید. محض با پیدا شدن این میدان دسته های ما پیدا شدن، دسته های فوتبالی که از طرف مؤسسه در سطح ناحیه ولایت کماند فوتبالی مکتبچگان ما بازی میکنند، دستاوردهای زیاد هم دارند. سال گذشته مثلا در فوتبالی که در فوتبال جام رئیس ناحیه مؤسسه ما جای اول را اشغال نمود. همه این با همین میدان ما با میدانی که نو تشکیل شده احساس وابستگی کلان دارد. در اینجا 4 گروه با مشق تمرین کودکای تا سن 18 ساله با مشق تمرین دویم فرا گرفته شدند. کلان ساله باشد علایده. خب دوستان عزیز، ما در حلقه فوتبال بازان آینده این دهه هستیم. البته در این ورزشگاهی که گفتیم این بچه ها همه وقت مشق میکنند با فوتبال و آینده البته آرزوهای نیک و نجیب دارند که در دسته های مختلفی تاجیکستان بازی کنند. بچه ها از همه دسته های دوست داشته شما کدام دسته ها است؟ کدام؟ یکی حاصلات. خوب، البته آنها البته با دسته حاصلات فرخار مخلصی میکنند. کدام بازیگرانی حاصلات هم میشناسیم بچه‌ها؟ اسلام ظاهرو. اسلام ظاهرو. گل اسلام ظاهرو دیده بودی؟
قاچیده و رکوردی رونالدو رو ببر. واه مالا بچه ها فکر میکنن که اسلام ظاهرов رکورد رونالدو را زده است. باشد. فوتبال برای چی دوست می‌دارین بچه ها؟ برای چی فوتبال دوست می‌دارین؟ برای چی؟ برای که آن یک سمتی ورزش است و ما و آن برای بدن سالم آن رو مشق میکنیم و همه وقت تن ما سالم است. آفرین آفرین. فوتبال بازی دوست داشتید کی است؟ در تاجیکستان. باشه در تاجیکستان. در حاصلات بازیگری که با من مقبول است آن بسیارتر اسلام ظاهرov. اسلام ظاهرov است. در منتخب تاجیکستان چی از منتخب تاجیکستان؟ از منتخب تاجیکستان احتم نظرov این کاپیتان منتخب تاجیکستان است. بسیار خوب. کدام صفت‌های بازیگری احتم نظرov با تو معقولند؟ بسیار برای من گل‌های زده آن که آن بسیار وقت گل‌های زیبا میزند و یعنی که همین تماشابینان رو جلب تماشابینان رو با خود تماشابینان با خود جلب می‌کنه. با خود جلب می‌کنه. خب بچه‌ها شما یگان آرزوی فوتبال بازی دارین یا نه؟ کی چی آرزو دارد؟ مثلا من میخواهم که وقتی که کلان شدم یک فوتبال بازی خیلی خوبه در دسته حاصلاتی فرخور خودم میشم. بسیار خوب. مثل کی میخواهی باشی؟ با کی مانند بودن میخواهی؟ من بسیار با اسلام ظاهرov میخواهم که مثل آن گل‌های زیبا بزنم. بسیار. از بازیگران دنیوی ستاره های فوتبال بچه‌ها با کی مانند بودن میخواهی؟ تو با کی مانند بودن؟ با یمین یمال. اوه با یمال. تو با کی مانند بودن میخواهی؟ تو با کی؟ با نیمار. تو با کی؟ کریستیانو رونالدو. تو چی؟ با وینیسیوس. تو چی؟ رونالدو. تو چی؟ مباپه. تو میخوای با کسی مانند بودن؟ مالا بچه‌ها کومیرهای این بچه ها نیمار، وینیسیوس، کریستیانو رونالدو و البته اسلام ظاهرov به قول خودی. ما با بچه ها همه وقت چی تمنا داریم؟ تمنای اون رو داریم که این بچه ها به آرزوهای نیک خود برسند و باوری هم داریم و که این بچه ها فردا و باز پس فردای دیگر در دسته های حاصلات دیگر دسته ها و البته منتخب تاجیکستان هنرنمایی میکنن. بچه ها برای شما موفقیت. باید گفت بنیاد این میدان نه تنها با پیدایش دسته‌های مختلف جوانان و نوجوانان باعث گردید بلکه امروز چند نفر از دستپروران این میدان در هیئت جوانان دسته حاصلات بازی میکنند و اصولا دستاوردهای خوب هم دارند. خوب. حاضر میبینم که در اینجا هم بچه های نورس مشق میکنن هم بچه های کلان. بچه های کلان تیم اساسی دسته مسکو انفیکا مسکوی نوعی فرخور است که در جومی منطقه کلوب بازی میکنن. این جوانا اساسا جوانای ما از خوردی در این میدان مشق تمرین مینمایند. از همین خاطر است که 7 نفر جوانای ما حاضر در تیم هیئت جوانان دسته حاصلات برآمد مینمایند. از آن جمله قربانوف احسان که حاضر در سیم گلزنای بهترین نشانزنای بهترین یعنی لیگ هیئت جوانان لیگ عالی قرار دارد. بهترین پس دیانده مخشلو زیارت چه این همین دیهای ما نویدوزی امروز که بازی دارند بچه‌ها را گرفته رفتن از همین سبب دسته کمتر کمای سشموری بچه‌ها کمند از حسابی که 7 نفر سفر کردن برای گرد. مقصد از این کودکان تمرین دادن از این عبارت که ما آرزوی همین را داریم که روزی شب که دسته تیم حاصلات اساسی شب با پراگی از دیهای ما تشکیل شد. فرخور را اصلا ناحیه فوتبالی گفتن ممکن است. داشتن چنین یک دسته مثل حاصلات که یکی از گرندهای فوتبال تاجیک محسوب می‌یابد و داشتن داستانی زنده مثل خورشید گلانوف با تخلص مارادونا گواهی گفته‌های ماست و امروز این نسل جوان با او برابر بودن می‌خواهند و آرزوی در هیئت اساسی دسته حاصلات بازی کردن را دارند. بچه‌ها اسلام ظاهرov می‌شناسند اما خورشید گلانوف می‌دانند. بچه‌های ما هر چگونه که گفتم هم فوتبال باز و فوتبال دوستدار هستند و واقعا هم فوتبال تاجیکستان و لیگ عالی مملکت رو پیگیری میکنند و اگر شما البته مارادونا فرخوری رو منظورم فرخوری بله
مارادونا شخصی است که در فوتبال فرخور یکی از لگندهای فوتبال همین نماینده فوتبال فرخور است. دسته دهه که از اسم سابق این دهه کلوب فوتبال مسکو نامگذاری شده است، اشتراکچی همیشگی مسابقات سطح ناحیه و ولایت است. چهار دسته‌های نوعی فرخور دسته فرخور دا 7 نفر 6 نفر از ما بازی میکنند، تو 8 دسته‌ها هم داریم، تو 12 دسته‌ها داریم، تو 13 دسته‌ها که همین تیمی حاصلات که هستند در منطقه کلوب برآمد میکنند. از همینا 7 8 نفر اکثریت یمی دسته را جوانای ما تشکیل میدن. ما که وقتی میدان ساخته شد به استفاده داده شد، مکتب ورزشی خود رو ساختیم. جوانای ما هم 11 سال 12 ساله، هم 13 ساله، هم 14 و 18 ساله میخوایم که در ولایت ختلان از نام دسته خودمون اشتراک کنند. فوتبال هدف مو خیلی معرفی کردن فوتبال در همه دهه‌ها. خیلی همه میدونه که مقصد ما میخواد دهها در سال 2024 25 زیاده یک 3-4 کوپا گرفته آوردیم. خیلی با دهها چمپیون شدیم، در اینجا منطقه کلوب آوردیم. ابتکار این بچه‌ها در سمت بنیاد یک میدان فوتبالی پایانی کار نیست. آنها در چهارچوب استقبال از سیاست‌های بنیادکارانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان 7 کیلومتر راه دهه خود را نیز تعمیر کردند. این راه جانب دهه سیف رحیمزاده افردی میبرد و در سابق نه چندان دور بسیاری از راننده ها جرأت نمیکردند که توسط این راه با این دهه بروند. اما بعد از آنه که این راه توسط این بچه های وطن دوست تعمیر شد، دیگر به قولی که همه محض انا به همین راه به دهه می روند. یعنی مشکلی ساکنان یک دهه بزرگ حل شد. همین خود ورزش این خود یک تکون جدی است. چون که جوانان ما که با ورزش مشغولند همه یک جای، من همین در ورزشگاه همین مسئله آبادکاری ساختن راه‌ها، پیوندگر قلب‌ها با میان آمد. در این ورزشگاه دیها که انا شما شاهد هستید، قریب 8 کیلومتر راه منفجر گشت با دستگیری جوانان. چون که جوانان ما با ورزش با آبادکاری رو آوردند و البته این سازگار است. میدونید ساکنان سربلند دهه سیف رحیمزاده افردی واقعا هم تمام تشبس‌های رهبری دولت، تمام تشبس‌هایی که از جانب فدراسیون فوتبال مملکت می‌برد اونها رو دستگیری میکنند و ما در چند ماه قبل 7 کیلومتر راه رو با دستگیری تنها همین ساکنان همین دهه سرجمی رو با وجود آوردند و توانستند که در یک جایگی 7 کیلومتر راه ولنگو رو با یک اسفالت خوب روی پوش نمایند و در کل حاضر سبکروها میتوانند خوشحالانه از این راه گذر کنند و یکی از راههای اساسی هم گشته است همین راهی که از مرکز دهه ما میگذرد. جوانان این دهه خیلی جوانان تشبسکار بوده و در همه کارهای جمعیتی فعالند و از روز جهانی فوتبال با طور خود استقبال گرفتند. میان دسته های جوانان و نورسان یک شو فوتبال تشکیل کردند که همه به میدان برآمدند. البته در این بازی حساب و نتیجه مهم نبود. مهم آن بود که این نورسان و جوانان وطن دوست صداقت خود را به تاجیکستان، باوری خود را به پرزیدنت فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی همچون تشبسکاری اعلان شدن روز جهانی فوتبال بیان نمودند.
من یک چیز دیگر گفتنم که فوتبال این شب روزها بیشتر از یک بازی است و با واسطه فوتبال میتوان یک زندگی افسانه‌ای ساخت و کوشش میکنیم که از میان آن همین جوانان نفرانی رو و عموما لگند های فوتبال تاجیک رو باور رسانیم. این چگونه فوتبال است زیودین؟ این فوتبال است که فکر میکنم پیش از اون که فوتبال تشکیل شده بود نمیدونستن خط و تور دروازه در کجاش همین گونه فوتبال است و همگی امکان دارن بازی فوتبال کنن. ما در یک جایی عموما تمام ساکنان دهه سیف رحیمزاده فردی امیدواریم که روز جهانی فوتبال رو با تمام هستی جشن گیریم. روز جهانی فوتبال با ما با یک دهه دوردست از نوحه فرخور یک انگیزه زیاد داده شده است. انا همین روز جهانی فوتبال است که انا میقدر کودکان، نوجوانان، جوانان با فوتبال فرا گرفته شدند. همین میشل پلاتینی اگر خطا نکنم یک از فرمانروایان فوتبال گفته است که فوتبال واقعی رو در حوالی دیدن ممکن که کودکان تا تیکه تیکه شدن کفشای فوتبال بودشون بازی فوتبال میکنن و انا همین چیز را فکر میکنم که در انا همین میدان مرکزی دهه ما هست و کودکان با تمام هستی بازی فوتبال میکنن، فوتبال رو دوست میدارن، اشتیاقمند فوتبال هستند. البته برای از یک میدان سطح دهه با ورزشگاه زمانوی تبدیل دادن این میدان میباید کارهای زیادی انجام داد، اما مهم از همه این بچه ها برای انجام این کار نیز آماده‌اند و امیدوارند که با دستگیری های مقامات محلی حاکمیت دولتی این ناحیه به این آرزوی خود میرسند. ما نیز امیدواریم زیرا وقتی آنها این سنگلاخ خرابازار را به این گونه یک میدان خوب فوتبالی تبدیل دادند، جای شک و تردید نیست که این میدان را به یک ورزشگاه جوابگو به طلبات زمانوی تبدیل خواهند داد. فقط برای آنها اندک مساعدت لازم است و بس. خب البته در اینجا قبلا اون گونه‌ای که گفتن بچه ها اینجا یک میدان سنگلاخی بود و بچه ها گرفته بینید الان که به یک میدان فوتبال بازیان رو تبدیل دادن و نیت دارن که در اینجا یک ورزشگاهی بنیاد کنند که جوابگوی به سطح برگزاری بازی های ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی باشد و ما باوری کامل داریم که با دستگیری به واسطه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فرخار این خواهش بچه ها عملی میگردد. میگویند به هر کاری که همت بسته گردد اگر خار بود گل دسته گردد. واقعا انا همین بیت با ابتکار انا همین جوانان دهه سخت مربوط است، زیرا واقعا هم از نقل شاهدان اینجا یک میدان ولنگار بود، اما امروز این به یک میدان خوبی فوتبالی تبدیل یافته است و البته کم دیگر لازم است که این میدان به یک ورزشگاه طلباتی به طلبات جوابگو تبدیل یابد و امیدوار هستیم که البته این جوانان با کمک به دستگیری های مقامات محلی حکومت دولتی ناحیه فرخار این میدان را به یک ورزشگاه خوب تبدیل می‌دهند. ما باشیم در روز جشنواره جهانی فوتبال با همه این بچه ها برای کامیابی می‌خواهیم.